یک مبحثی رو که خودم خیلی بهش علاقه دارم بخوام الان توضیح بدم به نام تجارت الکترونیک. سلام، وقتتون بخیر باشه. یک قانونی داریم به نام قانون تجارت الکترونیک مصوب به 17/1382. تقریباً 20 سال پیش این قانون تصویب شده. این قانون خیلی قانون جامع و کامل و قشنگیه. یه مقدار توی کشور ما بهش توجه نشده. چند تا آیین‌نامه داره این قانون که هنوز تصویب نشده که اگه تصویب بشه خیلی کاراست. یکی از آیین‌نامه‌ها در رابطه با داده پیام‌های شخصیه، خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. خیلی اتفاقایی که الان توی حوزه فضای مجازی و تجارت الکترونیک و خریدهایی که شما توی این حوزه انجام میدین بر مبنای این قانونه. یکیشو مثال میزنم براتون، مثلا همون ضمانت یا گارانتی بازگشت کالایی که دارید حداقل با مدت 7 روز. این ابتکار فروشندگان کالاهای دیجیتال یا حالا کالاها در فضای مجازی نیست، این از الزامات این قانون. این قانون محجور مونده و با توجه به اینکه قانون خوبیه زیاد روش کار نشد. حالا من میخوام این قانون رو با توجه به موادی که درونش هست یه مقدار براتون باز بکنم و ایده شمولش رو متوجه بشیم، استفادهش رو متوجه بشیم توی این ویدیو. ماده 1 این قانون که بحث قلمرو شمول قانونه یه تعریفی ارائه میده. میگه این قانون مجموع اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم ارتباطی جدید به کار می‌رود. یعنی این قانون شامل زمانی میشه که خیلی ساده بخوام بگم شما در بستر مبادلات الکترونیک دارید کار میکنید. این بستر میتونه بستر مبادلات الکترونیکی که کار میکنید فضای اینترنت باشه، فضای سایبر باشه، وسایل مخابراتی باشه. یک بحثی که توی این قانون داره ما نداشتیم در قوانین سابقمون و خیلی میتونه کاربردی باشه، بحث تفسیر قانونه. این قانون در فصل سومش ماده 3 میاد میگه در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد. یکی از معدود مواردیه که قانونگذار ما به حسن نیت اشاره کرده. بحث حسن نیت توی قراردادها بحث بسیار مهمیه و اینکه بحث بین المللی بودنش و ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها رو در این قانون قید کرده دست قضات ما رو باز میذاره. منظورم قضات دادگاه‌های حقوقی ما هستش، قضاتی که به امور مدنی و حقوقی رسیدگی میکنن، باز بذاره که بتونن تفسیر جامع‌تری از این قانون ارائه بدن و توی بحث تجارت الکترونیک مسائل مرتبط با اون عرف و اون هیتر هم در نظر بگیرن. و اصلا ماده 4 هم به نوعی اومده وضعیت محاکم رو روشن کرده. گفته در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و موارد مندرج در این قانون قضاوت نمایند. باب اول این قانون چیه؟ میاد دقیقاً تمام تعاریفی که داره از بحث داده پیام، اساس، مخاطب یا هر چیز دیگه‌ای که هست، در احکام داده پیام، ارتباطات قراردادهای خصوصیه، بحث اثبات پذیری، پذیرش ارزش اثباتی و سابقه امضای الکترونیک هستش. پس خیلی مهمه که ما اینو چجوری بفهمیم تفسیرش بکنیم، چجوری ازش بخوایم استفاده کنیم. این قانون جای کار خیلی داره و اکثرا اصلا حتی نمیتونن بخونن خیلی از دوستان، یعنی قانون سختی هستش. برای همین من توصیه میکنم اگر تو حوزه تجارت الکترونیک کار میکنید حتما یک مشاور حقوقی یا وکیل داشته باشید که به این قانون مسلط بشه، بخاطر اینکه این قانون خیلی تو حوزه کاری شما کارا خواهد بود. من در ادامه مباحثی از این قانون رو براتون باز خواهم کرد.